مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. نخستین جلسه دادگاه این چهره امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو برگزار شد و حسابی همونجوری هم که پیش بینی میشد اولین جلسه دادگاه تتلو با حاشیه و جنجال روبرو بود و اظهار نظرهای زیادی در این خصوص اتفاق افتاد. همونجوری که در ویدیو قبلی هم گفتم و در کانال یوتیوب برنامه پشت پرده هم هست، اگر دقت کرده باشید امیر تتلو در این دادگاه با بررسی عکسایی که وجود داشت بدون وکیل حاضر شده بود و حالا یکی یکی هم توضیح خواهیم داد که چه حواشی اتفاق افتاد. و حالا اما صدا و سیما هم نسبت به این اتفاق واکنش نشون داده، از بخش خبری 23 بگیر تا برنامه ژیلای صادقی که از شبکه 3 سلام صبح بخیر رو اجرا میکنه. حالا راجع به جفتش صحبت خواهیم کرد و واکنش‌های صدا و سیما رو خواهیم گفت. اما چند تا نکته بگم که تو ویدیوی قبلی هم جا موند. نکته اول این هستش که چجوری کسی که زندانی هستش از پیرسینگ استفاده میکنه و این پیرسینگاشو در نمیاره. البته یه عده کارشناس و متخصصان این امر گفته بودن که این پیرسینگ‌ها جذبی، حالا ما که نزدیم نمیدونیم، دوستان کامنت بزنن که آقا چرا این اتفاق حالا جذبی یا نه، اصلا میشه در آورد یا نه، و اصلا اینکه چرا اصلا پیرسینگ‌ها رو در نیاوردن. عده دیگه معتقد بودن که تتلو انگار هتل بوده و کاملا هم مشخصه که خودش از قیافش نشون میده که انگار مثل یک دانش آموزی که از قبل جواب یک سوال رو میدونه نشسته. ولی خب حالا روانشناسی بدن و چیزهای دیگه هم نشون میده که حالا تتلو خیلی اینجا مسلطه و از چیزی نگران نیست. ولی خب ندامت و پشیمونی رو ما توی چهره تتلو میبینیم. جزئیات دادگاهشو گفتم و اینکه فقط کیفرخواست رو براش خونده بودن و گفته بودن که اینا هست، این اتهاماتت هم هست، برو به کارهای بدت فکر کن و بعد بیا دفاع کن. اول واکنش بخش خبری 23 رو ببینیم نسبت به این اتفاق، که بخش خبری 23 هم اومده نسبت به این قضیه واکنش شده. اینکه صدا و سیما میاد این قضیه رو وایرال میکنه در نوع خودش هم جالبه. ببینید نخستین جلسه دادگاه امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، در این جلسه نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست به تشریح اقدام‌های متهم در فضای مجازی پرداخت. به گفته نماینده دادستان، مقصودلو در سالهای 86، 92 و 95 نیز بازداشت شده و در سال 98 به کشور ترکیه مهاجرت کرده. یعنی ببین خود خبری هم که منتشر میکنن دروغ و معتبر نیست. اصلا سال 98 چون به ترکیه مهاجرت نکرد، رفت بود آذربایجان، بعد رفت بود گرجستان، ببخشید من گفتم آذربایجان، رفت گرجستان اونجا کنسرت گذاشت. من چون گفتم آذربایجان سری قبلا فکر کنم رفت بود گرجستان کنسرت گذاشت. یعنی شما حتی دیتاهایی هم که اونا بهتون میدن خودتون میدونید چیزی قاطیش بره. خب وی آذر امسال توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران. آقا تا جایی که ما میدونیم خودش رو معرفی کرد، حداقل چیزایی که تو ویدیو هست اینو میگه. پلیس ترکیه بازداشتش نکرد. این 2 تا دروغ منتقل شد. در این جلسه مادر و خواهر متهم حضور داشتند. کلا 35 ثانیه خبر بود 2 تا دروغ توش در اومد. بعد نکته جالبی که وجود داره، حالا من صدا رو کم میکنم ببینید، این هستش که از تصویر تتلو از روبرو استفاده نکردن، یعنی تصاویری که از پشت استفاده کردن. و نکته جالبی که وجود داره، شاید همین امر هم باعث شده که تا الان مستند اعترافات تتلو پخش نشه، چون میگن صورت پر از تتوش یک ناهنجاری محسوب میشه. بنابراین شاید حالا گفتن که اعترافاتش و چیزاشو بعداً بخوام پخش بکنم، اما از تصویر تتلو از روبرو استفاده نشده تو بخش خبری 23. اینم در نوع خودش جالبه. واکنش شبکه 3 هم خبر دوم هم آدم ناراحت میشه، قصه میخوره که چرا این چراها واقعا یه جایی حال آدم رو میگیره. بازم اینجا حالا یه تصویری استفاده کردن که حالا صورتش معلوم نیست، ولی خب
حالا واکنش شبکه 3 یه مقداری متفاوت بوده از بخش خبری 23. به هر حال حالا دیگه انتخابات هم تموم شده، گفتن که حالا یه حالی بدیم اینا. خب بله، دیروز اولین جلسه دادگاه تتلو برگزار شد. دادگاهش هم که میدونید دیگه، اصل موضوع دادگاه تتلو پرونده دخترانیه که توسط ایشون اساساً با سرنوشتشون بازی شده. اصل دادگاه این نیست. اصل دادگاه کل اتهاماتیه که حالا بهش زدن دیگه، گفتن که توهین به مقدسات، توهین به اسلام، توهین به نمیدونم امام و انقلاب، ایجاد بنگاه شرط بندی، نمیدونم اختلال در نظام بانکی و پولی کشور و اینا هم حداقل دیتا بهتون میدادن اسلامی کردید و دیگه اخفال جوانان و اینکه تشویق جوانان به مصرف مواد مخدر و از این صحبت ها. حالا اون دخترها هم شاید یکیش بوده باشه، جزء همون اخفال و اینا میشه، ولی خب اصل دادگاه این نبوده و پای آبروی چندین خانواده در میونه جامعه ملتهب شده بابت این اتفاق و یک جو بدی حاکم شد برای خاطر اینکه به حال مسیری رفته که تتلوی بزرگوار و نازنین و هنرمندی که خیلی از جوونا گفت بزرگوار و نازنین و هنرمند، یعنی این هم هوش ژیلا صادقی رو میرسونه دیگه. یعنی یه مقداری نرم از بغل و سوسکی گفتش که بزرگ. خب خودتون فهمیدید دیگه. هم طرفدارش هستن که هزار قصه رو بغرنجش کرده در جامعه ما. خب این عکسام که تو دادگاهش منتشر شده که دست ما هم رسیده و ما اون رو برای شما الان رو صفحه ویدیو وال گذاشتیم. یه تصویری از تتلو و مادرش و خواهر آقای تتلو تو فضای مجازی وایرال شده. میخوام اینو بهتون بگم که این تصویر رو هر کی باشی، هر کاری کرده باشی، مجرم باشی، شدت و حدت جرم و اینا اصلا ما کاری نداریم، اصلا بیایم قضاوت نکنیم. اما یه صحنه دیگه، خانواده است دیگه، مادره، چشمای نگران، خواهره، قلب قصه دار. حتی اگر من و شما تتلو رو نپسندیم و اصلا طرفدارش هم نباشیم، به حال دیدن این تصویر یه ذره احساس آدم رو خدشه‌دار میکنه. ولی یه چیزی میخوام خدمت اونهایی بگم که اگه قراره که تفکرشون این مدلی باشه و تو فکرشون به کارهای خیلی نادرست فکر کنن، خواهش میکنم جان عزیزتون، جان همون چشم مادرتون که اینقدر نگرانه، خواهرتون که قلبش داره تون تون میزنه، خواهش میکنم با شرف و با تفکر نسل جوان ما، با آبروی دختران جامعه ما، خواهش میکنم بازی نکنید. بله، اینم واکنش بخش خبری، حالا بخش خبری که نمیشه گفت، این به حال شبکه 3 بود. اما این نکته گفت، حالا من خالی از لطف نیست اینو هم بگم، تتلو بارها و بارها توی پست های مختلفش به مادرش فحش داد، به خواهرش فحش داد و البته به نزدیکان خودش. یه بارم توی تماس خصوصی با من یه جمله گفتم که چرا داری به خواهر مادرت فحش میدی؟ میگفتش که اولا یه بار یه فازی داشت، یه بار دیگه یه فاز دیگه ای داشت. اولش میگفتش که نه مادرم نباید منو میآورد تو این دنیا، مادرم من قبل فلان و بیسان بهمان کرد. یه سری بعدش که من گفتم که آقا چه ربطی داره، تو نمیتونی آدم ها رو بازخواست بکنی اینا دیگه. اون مادر مقدسه گفتش که نه، من اگه به مادرم فحش ندم تو ایران بهشون گیر میدم و میخوام من بگم که آقا اونا فلان و بیسان بهمان که کسی با اونا کاری نداشته باشه. نمیخوام بگم چه مملکتی ما داریم که طرف تو ذهن خودش میگه من به مادرم فحش بدم که کسی کاری با مادرم نداشته باشه. اینم طرز تفکر شما، تو یه جوری زندگی بکن که بهش گیر ندن، چه کاری بهش فحش بدی و اینا. ولی با این حال میخوام بگم که شما هر چقدر که مادر فحش بدی، هر چقدر به مادرت بی‌احترامی بکنی، وقتی که مادره دیگه، یعنی میاد برات و تو بدترین حالت‌ها مادرته که کنارته. این نتیجه ایران می‌خواستم بگم تتلو دیگه استثناء تو این قضیه. خب ولی خب این نوع واکنش صدا و سیما و اینا حس می‌کنم که یه مقداری میخوان ماله بکشن و اینا. شاید دیدید فردا
حضور تتلو رو ما در استادیوم آزادی برای برگزاری کنسرت داشتیم. حالا شاید الان دارن یه مقداری ماله میکشن، سفید میکنن که بیاد توی بازی و این واکنش صدا سیما برای من جالب بود. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون از شما. حتما برای ما کامنت بذارید و نظرتون رو بگید.